سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من و فندق دیشب با مریم اومدیم خونهشون شاندرمن روستای شالکه. اومدیم اینجا که دومی داره میخونه. دومی فندقی و اومدیم اینجا که عادل بخواد امروز بیاد به ما ملحق بشه، املت بزنه، بعد بریم بیرون. جاتونم واقعا خالی. خونه مریم اینا خیلی با صفا و خوشگله. حالا وقت کنم حتما فیلم میگیرم براتون. خب بچه ها، قبل از اینکه عادل برسه گفتم براتون فیلم بگیرم. این خرمالو وحشیه، خیلی کوچولو موچولوه. مریم اینا باهاش دوشاب درست میکنن، یه شیره مقوی و خوشمزه. البته مریم گفتش که با خیلی چیزا دوشاب درست میکنن، ولی با اینم درست میکنن. اینم درخت انجیره که من عاشقشم، هنوز بزرگ نشده و نرسیده. درختشو ببینی خیلی خوشمزه است. این درختشون واقعا طعم بی‌نظیری داره. اینم درخت سیبه که هنوز بازم کوچولوه، باید بزرگتر بشه. ببینید چقدر بامزن، کوچولو موچولوان. بعد این درخت انبه است. البته ما میگیم انبه، خیلی ها میگن ازگیر ژاپنی. دومی هم داره اینجا بر خودش خوشگذرونی میکنه. پسر قشنگم ماما قربونت بره الهی، نخور اونا رو. اینم درخت گردوه. دیشب سنجابا حمله کرده بودن، بدونید چه سر و صدایی میدادن، داشتن میخوردن. درخت گردو من که عاشقشم. اینم درخت خیلی بزرگه بچه ها. حالا درخت های دیگه هم اون سمت حیاتشون هم هست، اون برم میریم. بچه ها اینم اسمش خیار درختیه که هدایتش میکنم به سمت بالا، رو زمین رشد نمیکنه. اینم یه دونه محصولش، ببینید یه دونه هم خودمون الان تازه کندیمش. بعد این خیار درختی ها خیلی بزرگن، بعد که بیشتر بمونه خیلی خیلی بزرگتر میشه، با ترشی و اینا میخورن. ولی اینو که تو این سایز حالا هست، مثل همین خیارا برای سالاد و خوردن و اینا استفاده میکنن. ببینید اینم خوره که باش آبگوره میگیرن، غذا درست میکنن. یه غذای قوره مسمای گیلانی داریم که درست میکنم، من با این درست میکنم. منتها قوره عسکری هم خیلی خوبه، اون بدونه هست دیگه. ببینید یه دونه دیگه هم اینجاست. اومدیم خونه داداش مریم، فقط ویو رو ببینید. درخت آلوچه ترش که قرمز شده، هلو هم دارن. درخت انجیر این سمت هم هست و ویو کوه و مزرعه و عشق حال. واقعا خیلی قشنگه. اینا درخت هلو هن که از بالا هم فیلم گرفته بودم. نگاه کنید، منم نشون بده اینا از نزدیک. چقدر باحاله. یا منتظر ما اومدیم چیدن میوه. انجیرم چیدیم. آره بعضی هاشون رسیده. آره اونم اونجا رسیده. این بعضی عادل میتونه اینجا بکنه، این بلنده. عادل بیا به کمک ما. قد بلندی داره. آره اون رسیده.
اومدیم میوه چینی. ببین. آره اینا این فکر کنم طعمش خیلی خوب باشه. آره خوب شیرینه. ما دیر حرکت کردیم، تازه رسیدیم، میخوایم نهار بخوریم. کباب عشق من. آقا همین که اومدیم من هندمونه رو گذاشتم اینجا، هندمونه قل خورد افتاد داخل رودخونه، خورد به سنگا، شکست. هیچی دیگه گذاشتیم داخل پلاستیک که آلوده نشه ولی خنک بشه که بتونیم بعد از ظهر بخوریم. عادل بیا زغالو بزن دیگه. چی داری فکر میکنی؟ دامی جان تو هنوز گرمته؟ منم که اینجا باز اینجا خیلی خنک تره، خیلی خوبه. صدا چی کار میکنی؟ دارم لذت میبرم از اون خونه، بگم فیلمای تو رو بگم. نه داره گوشی من چک میکنه. اینو مشغول گرفتن فندق عادل. داریم لذت میبریم. آره واقعا هوای خنک عالیه. بعد غذا بریم یکم دیگه شنا کنیم. آره بریم شنا کنیم. عادل داره آتیش رو آماده میکنه. چه کبابی بشه. مریم زحمت کشید اینا رو سیخ زد، سیخ کشید. ما هم بریم بساط نهار رو آماده کنیم، سفره بندازیم. بیوره گوش عشق من. هم جون داشتیم، ما میتونی اگه میخوای یه گوجه دیگه بزنیم. میخوری؟ آره عادل میخوری؟ من جو که میکنم گوجه میخورم. خب بس میزن. آره بزن. خیلی خنکه. جاتون خالی، تازه نهار خوردیم، قراره چای دم کنیم. این درخت رو ببینید چقدر باحاله، خیلی قشنگه. اون سمت هم که همه دارن شنا میکنن، چقدر داد میزنن. دومی پیش عادله، دوتایی دارن چرت میزنن. چایی هم قراره دم کنیم. عادل بیا دیگه. چای هیزامی چه رنگی داره؟ صندوقی داره گیلاس میخوره، عاشق گیلاسه. به به میوه‌جاتمون. انجیر که محلیه،
برای درخت مریمیناست که چیدیم. جاتون خالی. یه اسونه دلچسب کنار رودخونه. مریم بهت خوش گذشت امروز؟ آره عالی بود عالی. فقط چی بود؟ فقط ببین نمک نداشت. راست میگه، من برنج بچه‌ها نمک ندادم چون خونه مریم بودیم، نمیدونستم نمک بهشون کجاه. بعدن دیگه یهویی شد و برنج رو آبکش کردن، منتها برنج نریخته بودم، نمک نداشت، ولی برای سلامتیمون اتفاقا خیلی هم خوب بود. بله خیلی عالی. بچه ها اینجا درخت فندق دارن. بعد ببین سنجاب چی کار کرده، همه رو خورده، اصلا نذاشته که حیف و میل بشه. چه نامردن این سنجابا. ببینید اینا. این البته هنوز نرسیده نه مریم؟ یکم آب بمونه. آره یکم دیگه باید بمونه. گفتم از این درخت فندقم بگیرم که ببینید، خود فندقم ببینید. بله خود فندق فوزور. دیگه اومدیم وسایلامونو بذاریم و دیگه بریم خونه خودمون. این سمتم درخت بهبود که یادم رفت براتون فیلم بگیرم. ببینید این بالا به هم هست، ببینید این بهو دیگه زوم نمیشه. فندق یه دقیقه وایستا. خب بریم. آره بریم دیگه، داریم میریم خونه. خیلی خسته. آره خسته شد. آخه مسیر رو ببین چقدر قشنگه، خیلی خوشگله. فصل مزرعه همیشه همه جا اینجوری سرسبزه. دیگه یک ماه دیگه بوی مزرعه‌تون رو قشنگ دیوونه میکنه. خیلی زحمت میکشن خدایی تو این آفتاب، بعد بی آبی. الان خیلی چیز شده، کم آبی اینجا خیلی زیاده، با اون رودخونه و اینا هست خیلی کم آب شده، ولی خیلی سرسبزه دیگه، جای خیلی باصفا و قشنگیه. بچه رو ببین، این فضول بچه رو ببین. واقعا دلم میخواست اینجا خونه داشته باشم.